انوشیروان فرمان داد تا هر کس جمله حکیمانه‌ای بگوید به او 400 سکه طلا بدهند. روزی در حالی که از کنار مزرعه‌ای می‌گذشت پیرمرد 90 ساله‌ای را دید که مشغول کاشتن نهال زیتون بود. انوشیروان جلو رفت و از پیرمرد پرسید تو با این سن سال با چه امیدی نهال زیتون می‌کاری که 20 سال طول می‌کشد تا ثمر دهد؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. نوشیروان را جواب پیرمرد خوش آمد و گفت جوابت حکیمانه بود و دستور داد 400 سکه طلا به او بدهند. پیرمرد خندید. نوشیروان گفت چرا میخندی؟ پیرمرد گفت زیتون بعد از 20 سال ثمر میدهد، اما زیتون من الان ثمر داد. باز نوشیروان دستور داد 400 سکه دیگر طلا به او بدهند. پیرمرد باز هم خندید. نوشیروان گفت این بار چرا خندیدی؟ پیرمرد گفت زیتون سالی 1 بار ثمر میدهد، اما زیتون من امروز 2 بار ثمر داد. مجدد دستور داد 400 سکه طلا دیگر به او بدهند. پیرمرد باز هم خندید، اما انوشیروان این بار علت خنده را جویا نشد. از کوره در رفت و با کف گرگی اومد تو صورت پیرمرد. همراهان دست او را گرفتند و جویای علت شدند. انوشیروان گفت دهنش رو بگیرید که دیگر حرف نزند، ناکس خزانه را خالی کرد، هنوز هم میخندد. اگه نشستی که من بیام این داستان تو رو به اوضاع نظام ربط بدم، کور خوندی داشت. تو نظام نه پیرمرد خندان داریم نه مقام عظمای کف گرگیزن. خوشحالم که به وضعیت نظام ربط ندادید آقای دکتر. سوالاتم را شروع میکنم با کف گرگی جدیدی که مقام عظما خورده. کدومشو میگی؟ داخلی داریم، قیامی، منطقه‌ای، بین‌المللی، همه جورش هست. بین‌المللی آقای دکتر. شروط جدید ترامپ که اروپای نامردم داره میاد پشتش، چرا جیک عظما رو در نیاورد؟ خب هر حرفی بزنه که رسید ضربه رو میده به اونا که. مرحوم همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه خودشو زده بود به خواب. بابای صدای زد جواب نداد. بابای گفتش که اگه خوابی دستتو بلند کن تا ما مطمئن بشیم که خوابی. مشنگم دستو بلند کرد، هیچی دیگه. بابای با لغت زد تو پک و پهلو طرف، پاش خودت لوس نکن. ولی به نظر من به عنوان یک کارشناس ارشد استراتژیکی یا لااقل کسی که با شما گشته، میشه سردار سلامی یا جعفری یا اقلا سبزعلی رضایی رو بیاریم جلو دوربین بندازیم به جونشون یه هارت و پورتی بکنن. اگه کف دست من مو میبینی، هارت و پورت سلامی و این بند و بساطا رو دوباره ببینی. تازه واسه عظما که بدتر میشه. اینو باید هر روز هفته یه جفت کشیده مجلسی بذاری زیر گوشش به جز پنجشنبه ها. مقام عظما رو میگم؟ نه بابا، سلامی رو میگم. خب چرا پنجشنبه نه؟ خب واسه این که پنجشنبه ها خوشحال باشه که جفت کشیده رو نخورده. به هر حال هر کسی احتیاج به شادی هم داره دیگه. با تشکر از اینکه زیر گوش مقام عظما نزدین، بخش بعدی سوالاتم را شروع میکنم. فردی بر بالین پدرش که در بستر مرگ بود حاضر شد. پدر گفت بیا و در کنارم بنشین. یک قطعه چوب بلند به دست پسر داد، اما قبل از اینکه لب به سخن بگشاید، پسر که میخواست ذکاوت خود را عیان کند، چوب را شکست و به 2 نیم کرد. به ناگاه پیرمرد آهی کشید و در جا مرد. مادر پیش آمد و گفت خاک بر سرت بکنند. این سازنه‌ای بود که از 7 نسل پیش دست به دست گشته بود، به دست پدرت رسیده بود. یک بارم اومد آدم حسابت کنه میخواست بسپاره دستت. از این قصه نتیجه میگیریم که کار کن، همینجا نمیخواد تو نتیجه بگیری. بغل به پا نمالی. نتیجه رو من میگیرم توی برنامه. نتیجهش این بود که نمیخواد جلو را بیفتین و اظهار فضل بکنی. ای والله زدی به خال. همینجاست که باید یقه تو رو 2 دستی گرفت. ناکس برنامه گذاشتی که به مقام عظما کنایه بزنی که غلط کرده، ادای دیکتاتورای قبلی رو در میاره و پیش و جلو غلط کردن میگه. آقای دکتر حرفای منو اینطوری تعبیر نکنین. الان اوضاع مملکت یه جوری شده که اگه داستان روبا و کلاغ هم با صدای بلند بخونی، جرم تبلیغ علیه نظام میشه میگیرنت. این فضاحتی رو که سر اعزام وزیر دادگستری به شورای حقوق بشر بپا شده رو چی کارش کنیم؟ آوایی مشنگو میگی دیگه. کجا فهمیدی که مشنگه؟ همین که قبول کرده پاشه بره اونجا، خب معلومه مشنگه دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف تو گرمای کویر پتو کشیده بود و سر کلش خوابیده بود. ازش پرسیدن مگه تو مشنگی؟ طرف سرش از زیر پتو در آورد، گفت مگه از زیر پتو هم معلومه.
ولی میگن تو کلاس استاتیک شما بود آقای دکتر. آره تجربه من تو کلاس باهاش استفاده از کباب پز کوچیک بود. خیلی یعنی موفق طبق بود. اصول روانشناسی جدید به جای دعوا تشویق میکردین و کباب میدادین بخوره؟ نه خیر، آنچنان با کباب پز میکوبیدم تو کلش که صدای کباب سلطانی با نوشابه گازدار ازش بلند شه. احمق اقلا از داستان شارولی درس میگیره. اون مشهد گفت به خاطر مشکل روده رفته آلمان، ولی تو کلینیک مغز و اعصاب بستری شد. یعنی همه فهمیدن که مغزش تو رودشه. این مشنگم عشق سخنرانی خرش کرد، فکر کرده که هر جا خودشو بندازه جلو خوبه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یه بار تو جاده تصادف شده بود، همه مردم جمع شده بودن، فضوله میخواست ببینه اون طرف چه خبره. خلاصه سر صدا و داده بیداد را انداخت، گفتش که برین کنار من داداششم. همچی که اومد جلو دید تصادف شده ولی یه الاغه اونجا افتاده، هیچی دیگه. میخوام بهت بگم که الاغه از خوشحالی زنده شد، گفت من داداشم رو میخوام که خیلی وقت ندیده بودمش. ممنونم که روشن شد یا برفرستم تو تصادف میخواستم بگم که جاده‌ای. ممنونم که به مقام عظما توپوزی نزدی. نگفته نمونه که خب این تصمیمایی که گرفته میشه هیچ کدومش بدون نظر مقام عظما نیست. از همینجا همه فهمیدن که گیجه و خلاصه آخه نمیدونه چه قربونت تصمیم برم بگیره. شما همه گیجیه توی نظام رفت میدید مقام عظما این چه که از خداش رفت باشه قربونت برم الهی. همیشه باید بزنید تو سر